حالا شده جلوی آینه بیستی و یه لحظه حس کنی انگار فقط خودت توی اون نیستی. امروز میخوام درباره یکی از معروف‌ترین آینه‌های مرموز دنیا صحبت کنم. آینه‌ای که گفته میشه بعضی‌ها چیزهای عجیبی داخلش دیدن که هیچ توضیح منطقی برای پیدا نکردن. این آینه داخل عمارت تاریخی ماریتا پولینشن در ایالت لوئیزیانای آمریکاست. عمارتی که سالهاست به عنوان یکی از ترسناک‌ترین خانه‌های آمریکا شناخته میشه. طبق یکی از داستان‌های معروف، زنی به نام کلویی در این عمارت زندگی می‌کرده. بعد از یک اتفاق تلخ گفته میشه چند نفر از اعضای خانواده جانشان را از دست دادند. آن زمان شایعات زیادی در این خانه شکل گرفت، اما چیزی که بیشتر از همه توجه مردم را جلب کرد همین آینه است. بعضی از بازدیدکننده‌ها ادعا کردند وقتی به آینه نگاه می‌کنند سایه‌های عجیب یا چهره‌های مرد داخل آن می‌بینند. حتی بعضی‌ها می‌گویند اثر انگشت‌هایی روی شیشه ظاهر می‌شود که هر چقدر هم که آینه را تمیز کنند دوباره برمیگردند. البته هیچ مدرک علمی وجود نداره که ثابت کنه این آینه واقعا نفری شده یا تصویر شده است و خیلی‌ها معتقدند این داستان‌ها فقط بخشی از افسانه‌های محلی و جذابیت گردشگری این عمارت هستند. اما با وجود این توضیحات هنوز هم هر ساله هزاران نفر از این خانه بازدید می‌کنند، فقط برای اینکه چند ثانیه روبروی این آینه بایستند و ببینند آیا واقعا تصویر خودشان رو می‌بینند یا چیز دیگری هم از پشت شیشه دیده میشه.